شکریه بهمنی هستم، عضو تیم ملی فدراسیون ملی موی تای افغانستان که 18 سال عمر دارم. نقش دخترها و خانم‌ها در افغانستان بسیار مشخص هست و همین که ما رشته موی تای پیش میبریم یعنی یک تابو شکستاندن هست. و وقتی ما در رشته موی تای آمدم دیدم که نه تنها ما به خاطر دفاع از خود بلکه یک ذوق برای من ایجاد شد باعث سربلندی افغانستان شدم از میادین بین‌المللی افتخار کسب کنم و همین یک لحظه برای بر لبان هموطنان خود خنده بیارم. بگیرم بازی جان بگی من از اول که تمرین میکردم پیش خواهرم حفظه بهمنی تمرین میکردم. این روز که موی تای را آغاز کردم درست است رشته موی تای یک ورزش خطرناک است، خشن است ولی خیلی دلچسب است شخصا برای خودم. ما در جامعه زندگی میکنیم، ما باید هر روز ما مبارزه کردن است، هر روز باید مبارزه کنیم، ولی در موی تای ما مبارزه روبرو میکنیم با همدیگر، یعنی قوت فیزیکی روبرو به همدیگر نشان میدیم که اینی مبارزه کردن است در موی تای واقعا. شکریه زمانی که خرد بود شوخ بود، زمانی که حتی در خانه می آمد روبروی آینه استاد می شد، بوکس می زدن، پای می زدن، حتی در کوچه با دخترایی که حتی کمی سر صدا گفتگو می کردن، جنگ می کردن، با مو حرکات ها رو میخواد استفاده می کرد. فامیلا میشه؟ نمیشه.
زمان که شخصا خود وقتی رشته محیط های مدت 1 سال پیش بردم، شکریه را بعض وقت به کلب میوردم. علاقمندی بیشتر شد که من میخوایم همراه خود در باشگاه برم تمرین بکنم. رام اسمش سرش رفته بود. شکریه آنقدر پیشرفت کرد، آنقدر پشتکار داشت که در مدت 1 سال تانست که اینا عضویت تیم ملی را بگیره. The winner is red, Shukriya Bamani from Afghanistan. این مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا 2019 در شهر ابوظبی امارات متحده عرب برگزار شد که تانستم مدال طلا را کسب کنم. من وقتی مدال طلا رو به گردن آویختم واقعا از احساس دارم که اینه بیان نمیشه. احساس غرور میکنه یک ورزشکار که یعنی در بین این همه ورزشکار، بین این همه بیرق ها ما تانستم بیرق سه رنگ خود را به اهتزاز در بیارم. اولی که در قسمت هدف تعیین کردنش و دوم در قسمتی که پشتکارش و حمایت خانوادهش، این باعث شد که شکریه از بین 10 ورزشکاری که از بخش بانوان فعالیت میکنه رشد خوب و رشد سریعتر داشته باشه. اگر در جامعه ما صلح بیاید، آرامی شود، شکریه جان بهتر و خوبتر میتونه بدرخشه و به مسابقات المپیک را پیدا بکنه و یکی از اشتراک کننده اونجا باشه که برای افغانستان ما افتخار کسب بکنه. واقع شدن وضع امنیتی یکی از مشکلات بسیار جدی است که همه ما با آنها مواجه هستیم و حتی مانع برآمدن ما از خانه و تامین نمودن و به شکل دوامدار می شود که همه ما شما شاهد تهدیدات بیشمار در مقابل زنان و خانمان هستیم که امروزه همه ما آنها را با چشم خود می بینیم و بودن یک ورزشکار، یک قهرمان، یک مدال آور در همچون شرایط و ورزش کردن، ورزش پیش بردن ورزش آنها واقعا بسیار دشوار هست. درست است در افغانستان امکانات نیست، ولی من تصمیم ندارم از افغانستان بیرون بروم، به خاطر که افغانستان جایی است که وطن ماست، جایی است که ما همینجا بزرگ شدیم و همیشه کوشش کردیم که افغانستان نامش بلند کنیم و همیشه هم یک کوشش داریم و همیشه به می آرزو و هدف هستیم که به خیر روز برسه که در افغانستان صلح بیاید، در افغانستان آرامی بیاید تا همه ما بتونیم شاهد همین دستاوردهای زیادتر بانوان باشیم. طبعا در افغانستان خانواده ها با ورزش کردن دختران مخالفت های زیاد دارد، ولی ما از طرف خانواده زیادتر مخالفت نداشتیم، چون خانواده ما همیشه در فکری بوده که دخترایشون بتونه پیشرفت کنن، یعنی هیچ وقت فرق بین دخترها و پسرای خود ایجاد نکرده بودن و یگانه تشویش آنها و نگرانی که آنها داشتن از طرف جامعه بودن.
حافظه زنزک و محفظه جان بر ما جور کردن هم بر خود جور کرده دیگه. وقتای کرونا قرنطین بود چون کلاب ها بسته شده بود اینجا تمرین میکردیم. بعضی وسایل دیگه هم محفظه آورده بود چون ما کرونا رو بخواستیم شکست بدیم. کرونا شکست دادیم بخیر. همه که تمامان مردم ما بخیر. انجمن آن نمیفهمینی پسته که من میمونم هیچی نمیشه. هیچ پس نمیشه. تمرینات چطور که روزایشه؟ تایما چجور کردی؟ هر فایتر که وقت داخل رنگ مبارزه میکنه داخل رنگ یک حس برش رخ میده که یعنی هر مشکل و زحمت را که تا امروز کشیده اینه میگه ارزشش داشته. چون ما هیچ وقت خود را با آنها مثلا از نگاه شرایط امنیتی مقایسه کردن نمیتونیم چون امکانات در پیشونو هستن ما امکانات در دسترس ما نیست. ولی ما بازم به این خوشحال هستیم که با اون همه امکاناتی که ما داریم یعنی دیدگاه آنها که در افغانستان چگونه میباشن ما دیدگاه آنها رو تغییر داده و این در داخل رنگ برایشون نشان میدهیم که در افغانستان تنها جنگ نیست. در افغانستان ورزشکارایی هستند که به خاطر نام بلند کردن افغانستان مبارزه میکنند. فعلا هر روز ما یک تغییر زیادی میاد در افغانستان. هر روز ما وضعیت اقتصادی و وضعیت سیاسی کشور ما رو به تغییر هست. بیست سال گذشته ما دخترها و خانم‌ها شاهد زحمات و کوشش‌های زیاد را ما متقبل شدیم که همه ما شاهد آنها هستیم. ما فقط به خاطر که خواست ما یک دستاوردهای مشخصی را از خود داشته باشیم در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی ورزشی که ما امروز دستاوردهای بیشمار داریم و ما نمی‌خوایم این دستاوردهای ما سلب شود. وقتی ما هم با هم نباشیم در افغانستان مثلا اگر بیرون بریم پس افغانستان کی باشه و در افغانستان کی بسازه و انشالله که ماندنی هستیم در افغانستان و الگو می باشیم برای افغانستان که دیگر دخترها اگر طرف ما ببیند نگوید که مثلا ناامید نشوند امید و هدف خود را از دست دادن. برای تمام دختر خانم‌های افغانستان یه آرزو رو دارم که هیچ وقت ناامید نشن، هیچ وقت سرخم نکنن در مقابل ظلم ستم که روز میرسه بخیر که به ما هدف خود برسن.